دوستان عزیز، حالتون چطور؟ من پیجی فارس هستم و خوش اومده ویدیو امروز. بچه‌ها امروز اومدم بهتون بگم که چطوری سنس خودتون رو بچینید، یا اونایی که مثلا تجربه سنس چیدن ندارن سنس خودشون رو بچینن که ایم خدا از سنسشون در بیارن. مطمئنم که این سیزن همتون مثلا کال آپدیت کردید، سنس همتون پریده. حتی سنس خودم هم داخل ویدیو پریده بودن، مثلا دیشب درست کردم پریده بود دوباره. این کلا عادت عادت اکتیویژنی که مثلا آپدیت میکنه باید سنسور هم خراب کنه. اگه میخواید ببینید که بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها میاد داخل تمرین شما، داخل تنظیمات اولا بیسیک بهتون میگم واسه اونایی که مثلا سنس نشیدن. این گزینه ایم اسیست حتما آن باشه. اگه آن نباشه اصلا مثلا ایمتون قفل نمیکنه. اگه آن باشه ایمتون قفل کنه روی انمی خیلی بهتره. بعد بیاید پایین این گزینه که دارم روش آف آن میکنم، این گزینه رو حتما روی آن بذارید. بعد این تیکی که دارم برمی‌دارم شما هم بردارید. این ایم اسیست خیلی خوبی بهتون میده. همینه که دارم بهتون میگم مثل ایم اسیست فعلا. بعد بیایید پایین همه اینا رو چیز کنید، بذارید روی صفر. بعد این دوتا گزینه‌اش هم بذارید روی آن، حتما روی آن باشه که دوباره یه ایم اسیست خیلی خوبی بهتون میده. بعد بیایید پایین این ADS هم حتما روی دومی بذارید، مثلا اونایی که 3 انگشت 4 انگشت پلی میدن خوبه. بعد این ژیروسکوپ، بذارید میگم ژیروسکوپ اصلا چیه. این ژیروسکوپ اگه روی آف باشه دستتون روی ایم بذارید، گوشیتون رو تکون بدید، ایمتون تکون بدید، تکونی نمیخوره کلا. ولی اگه مثلا رو ژیروسکوپتون روی دومی بذارید، نکن مثلا روی دومی بذارید، دستتون رو روی ایم بگیرید، گوشیتون رو تکون بدید، چپ و راست کنید گوشیتون رو، توی بازی هم ایمتون چپ و راست میشه. ولی مثلا فقط واسه اینه که ایم گرفتید، نه هیپ فایرش اینطوریه نه مثلا اسکین اینطوری. بعد گزینه دوم اینه که اگه ژیروسکوپ رو روی اولی بذارید، گوشیتون رو چپ و راست کنید، توی بازی هم اسکرینتون چپ و راست میشه صفحتون. مثلا منم گوشیمو چپ و راست کنم صفحتون چپ و راست میشه. بعد اینو حتما بذارید رو دومی که یه ایم اسیست خیلی خفنی بهتون میده. رو دومی باشه خیلی بهتره. بعد بیایید پایین دوباره این FOV رو، این FOV رنج اصلا چی هستش یکم تکون میدم الان. FOV رنج واسه نزدیک و دور شدن ایم گانتونه. من خودم رو اگه مثلا دوست دارید این من باشم مثلا نزدیک باشه اینمی بهتون همون 51 بذاریدش. ولی اگه مثلا دوست دارید دور باشه، اگه آیپد پلیری که روی 90 بذارید، اگه گوشی پلیری توی روی 65 70 75 بذاریدش. اگه مثلا نکن روی 65 70 اینطوری میشه، نکنید 65 اینطوریه یکم دورتر میشه که من اصلا حال نمیکنم با جیبان مثلا نمیشه. ولی اگه روی 90 باشه ایمتون مثلا خیلی دور میشه که مثلا بیشتر آیپد پلیر استفاده کنه نکن. و این که میگن لگد گانو کم میکنه همش دروغه، چون ایم گانتون از صفحتون دورتره، اون نکن نمیبینید، لرزشش کمتره، به خاطر همونه. این سمت راست FOV رنج هم روی 80 قرار بدید. اگه مثلا روی 50 باشه اسکینتون به صفحتون نزدیک‌تره، اگه روی 80 باشه خیلی بهتره. این FOV FPR هم روی 100 بذارید حتما، چون یه چیز ایم اسیست خیلی خفنی بهتون میده. بیاید توی سنس این گزینه اولیه رو حتما روی اولی قرار بدید، 120 باشه این چیزش. اینم روی سومی قرار بدید. بعد این پایینی اینم روی چهارمی، این که تیک گذاشته بودم من روش، اونو حتما روی چهارمی قرار بدید که خیلی بهتر میکنه ایمتون رو. بذار اینو زیاد کنم که بیاد روی چهارمی. خب اون روی چهارمی نکنید بچه‌ها. الان مثلا نکن AD سنسیتیویتی من همیشه روی 160 ولی الان رو 220. چرا؟ چون کالاپم آپدیت کردم سنسا خراب شده. اینو من خودم میذارم روی 120 روی 160. بعد شما هم مثلا تکون بدید ببینید مثلا هی کم و زیاد کنید ببینید بهتر میشه یا نه. چون اگه مثلا روی هر کی مثلا سلیقه‌ای داره، سلیقه که مثلا هر کی ایمی داره دیگه، برای من روی 160 باشه مثلا بهتر قفل میکنه روی انمی. حالا میخواد شما هم بذارید روی 160. بعد این رد دات چیزایی که مثلا نکنید الان چه این رد دات مثلا اگه زیاد باشه، شما یک گان روی زمین بردارید، مثلا یک گان روی زمین دارید شما، بعد روش مثلا یه ایم بندازید، نگاه مثلا سرعت مثلا ایم گرفتنتون که نه، سرعت چپ و راست کردن بالا پایین کردن ایمتون با رد دات مثلا
اون برای رد دات کلا اصلا صورت چرخوندن گان و اینا بیشتر میشه کمتر میشه، میتونید بیشترش کنید. و اون گزینه اول کم کردم حتما رو 50 60 بذارید. اینم روی رد دات روی 114 بذاریدش، خیلی بهتر میشه روی 114. بعد بیایید پایین. الان مثلا اینی که الان من کم میکنم واسه مثلا تفنگتون، مثلا چپ و راست کردن تفنگتون بدون مثلا کلا با ایم و اینا، واسه ایمه چپ و راست بالا پایین کردن گانتون. مثلا ایم میخوای روی زیپلاین لیزر کنید طرفو، اینو مثلا روی 160 بذارید، ولی من روی 100 میذارم چون مثلا ایمم بهتر قفل کنه. سمت راستیش هم همینطور، روی پایینیش هم همینطور. کلا اینا با هم باید مثلا روی 100 باشه، خیلی بهتر میشه روی 100 باشه. واقعا نیکن تکون دادم روی 100 باشه خیلی بهتره. بعد بیایید پایین. این پایین این گزینه‌ها رو اگه میخواد مثل من بچینید همشون فعلا اوکی ان. اینو روی 50 بذاریدش، این که تکون میدم بذاریدش روی 50. این که تکون میدم بذارید روی 50 باشه مثلا خیلی بهتره. بعد بقیه‌شون مثلا روی همون 150 باشن اوکیه. بعد الان فکر کنم مثلا چرا صفم داره اینقدر سریع میچرخه. صفم داره اینقدر سریع میچرخه به خاطر تو سنسیویتی این گزینه اصلا کنید. این گزینه که الان روی 100 قرارش میدم، نگاه روی 150. اونو مثلا اون تکون دادن اسکینتون، مثلا اگه صفحتون رو تکون بدید مثلا میره چپ میره راست اسکینتون، این واسه اونه سرعت مثلا موو زدنتون رو بهتر میکنه اگه بالا باشه. بقیه‌شون رو همون باشه. بعد اینا رو همه این گزینه‌ها رو صفر کنید، همشون رو صفر کنید. اینا اگه صفر کنید یه ایم اسیست خیلی خوبی بهتون میده. همشون رو صفر باشن چطوری بهتون میگم ایمتون بهتر قفل کنه روی انمی. من خودم همینا رو صفر گذاشته بودم ولی الان همشون رو 100 اصلا مشخص چه عددیه. بعد اینا چیز کن، این آخریه، اینو حتما بذاریدش روی 300. اینی که دارم تکونم بذارید روی 300. دوباره یه ایم اسیست خیلی خوبی بهتون میده. بعد آره فعلا سنسمون اوکی شد. من کنم مثلا چقدر مثلا بهتر الان قفل میکنه، شما بدین تست کنید خیلی بهتره. مثلا الان چقدر بهتر قفل کرد، خدا وکیلی خیلی بهتره. اگه این سنس بچینید، سنس رو بچینید و نچینید با زمین تا آسمون فرق میکنه ایمتون. اینجا دوباره ببینید مثلا دوباره ببینید که درست شده یا نه، چون مثلا من تو بازی بودم سنسمو چیدم دوباره خراب شده، امروز دیشب چیدم دوباره امروز خراب شده. پس حتما حواستون باشه که درست بچینید. بعد اینا رو اگه میخواید مثلا از رو من بردارید، دوباره مثلا این جدات اومد بالا بذاریدش پایین. اون AD سنسیویتیه شماره 1 کارتون، اصلا اصلی ترین جای کارتون همون AD سنسیویتی است. اونو انقدر تنظیمش کنید بالا پایینش کنید که اون عدد دلخواهتون به دستتون بیاد، خیلی بهتر میشه. اگه مثلا به دستتون بیاد نداره که میخواید، اگه بچینید که عینتون خدا میشه. بعد این اصلا کنن با سریع رو زمینه انقدر ایمم قشنگ قفل کنه. بعد توی بیسیک هم که همه چی بهتون گفتم، میخواید یه بار دیگه ببینید یا میخواید مثلا اسکرین شات بگیرید که مثلا یادتون باشه. این ADS اگه آن باشه، مثلا دستتون رو ایم قرار بدید، دستتون مثلا روی ایم چپ و راست شه اصلا نمیگیره، مثلا نکن چپ و راست میشه اصلا یک کاری. اینو حتما آفش کنید، خیلی گزینه چرتیه. این ADS رو آف کنید. اگه مثلا تکون بدید الان صفحتون رو میگم ایمتون رو تکون بدید، مثلا این کاربردش چه کار باشه، مثلا تو با یکی تو ایم کردی تو دستت روی ایم یکم جابجا میشه، مثلا لیز میخوره، ایم مثلا میپره میره یه جا دیگه، مثلا طرف راحت میزنتت. ولی این اگه آف باشه خیلی بهتره. بعد همه اینا هم که بهتون گفتم. این 4 تا سمت راستیه، یا 4 تای آخر تو بیسیک بذارید بهتون میگم. این اتچمنت هم حتما بهتون داخل چند تلگرام هم میذارم اتچمنت رو. 3 تا اتچمنت بهتون میدم، بنا کنید. این 4 تا آخر سمت راست همشون آف باشن، یکم میزنم. با این 4 تای سمت چپ همشون توی یه ردیف باشن تیکاشون. ایمتون هم خیلی بهتر میشه خدا وکیلی. بعد دوباره اینم درست کردم اصلا.
دوباره ببینید، اصلا اگه چیزی جا گذاشتید ببینید دوباره ویدیو رو نزنید عقب. اینو حتما بچه‌ها، اون چیزی که بهت گفتم حتما یه دونه تیکاشو بردارید، اونو بردارید. این که مثلا پایین همیناست، اون خیلی به ایمتون کمک کنه. اون جوری که مثلا قفل میکنه ایمتون روش. مثلا با 117 رو زمین اینطوری دارم میزنم. بعد 117 خودم هم که این اتچمنتش رو بازم بهتون میدم، نکنید چه بهتر قفل کنه. این هم حتما روی میگم چی رو اتچمنتش هم حتما واسهتون میذارم داخل چند تلگرامم. چند تلگرام داخل بیو پیج اینستام هستش. اتچمنت اچ که هر جا کار رو اندازه، مثلا تو فایت بلک یکی دراپ کنن داخل، تو میخوای مثلا بری سایت اچ رو بکشی همه رو وان تپ کنی، همین. بعد یه دونه کریم هم دارم، عمو کریم. نگاه فکر کنم نرف شده ولی بازم کار رو اندازه. اگه روش یه لانگ برره لجند بندازید که اصلا استایپ میشه واسه هم استایپ هم شات کن. بعد اگه خوشتون اومد لایک و ساب، اگه خوشتون اومد لایک و ساب یادتون نره ویدیوی چنل هم نکن که حتما به کارتون میاد. چنل اینستا، یوتیوب، همه چنل تلگرام و یوتیوب و اینستا رو همه رو فالو کنید، عشقای منید. اگه اتچمنت هم توی چنل تلگرام هم میذارم همشونو. چنل تلگرام داخل بیو پیج اینستام. بعد راستی اسم چنل اینستای منم پیجی پارسا است، حتما برید فالو کنید عشقای من.